بهترین آیت این آیت کرسی هست. حیث یقول، چون الله تعالی در این آیت میگوید که الله لا اله الا هو، الله تعالی یگانه هست، غیر او دیگر معبودی بر حق نیست. لا اله نفی عبودی الوهیتی حقیقی غیر الله تعالی. لا و الا ساز و برگی امتان، نفی به اثبات مرگی امتان. یعنی بدون لا و الا نمی شود، باید هر دو صیغه را استفاده بود. لا اله نیست معبودی بر حق، این نفی است. اثبات میکنید که الا الله، الله تعالی یگانه معبودی بر حق، الهی بر حق، پروردگاری حق، این الله تعالی است. یعنی این عبارت از نفی و اثبات است. بعد گفت که الحی القیوم، این اثبات است. حی، الله تعالی زنده هست، صفت کمال است و زندگیش هم صفت کمال دارد. زندگیش مانند ایمانه است، مردن ندارد زندگی الله سبحانه و تعالی. زندگی او خواب رفتن ندارد، زندگی او حاجت ندارد. یک زنده هست که تمام صفتهای کمال دارا هست آن صفتش. الحی، الله تعالی زنده هست، نمی میرد و سابقه عدم هم نداشت. پیش از آن که الله سبحانه و تعالی مثلا نبود بعد پیدا شد، نه، زنده بودنش هم ابتدا ندارد و انتها هم ندارد. این صفت کمال است. قیوم، الله تعالی قائم به نفس خود است. الله تعالی به کسی و چیزی احتیاج ندارد. زنده بودن خودش هم از خودش وابسته است. یعنی او قائم به نفس خود است و به کسی و چیزی حاجت ندارد. ما قائم هستیم، الان بیدار هستیم، زنده هستیم، لیکن الله تعالی جان ما در دست الله تعالی است. یه لحظه میشد که در ثانیه جان ما رو میگیرد. یعنی ما به خود ما قائم نیستیم. این صفت کمال است. اینجا اثبات کرد. لا تأخذه سینة ولا نوم، نفی است. الله تعالی از خودش دو صفت را در این عباره، در این جزئی از آیت انکار کرد. گفت که لا تأخذه سینة، الله تعالی را غنب فرا نمیگیرد، ولا نوم، خواب فرا نمیگیرد. یعنی الله تعالی خود را از خواب و از غنب پاک کرد. این صفت ها را از خود نفی کرد، انکار کرد. سینتون یعنی غنب، خواب چشم. نوم خواب قلب است. یعنی انسان نوم این برادری موت است، اما سینه این بیداری است، نزدیک به بیداری است. بنابراین طهارت هم نمیشکند در حالت غنب، مگر اگر انسان طهارتش شکند خودش میفهمد، اما در حالت خواب نمیفهمد. خلاصه الله تعالی را نه غنب فرا گیرد و نه خواب. اگر الله تعالی خواب رود این صفت نقص است در حق الله تعالی، لیکن در حق انسانیت اگر انسان خواب نکند این صفت نقص است. یا پیرمرد 85 ساله بود، شکایت میکرد برای من که مقصد 1 سال شده است که خواب نمیرم، نه شب نه روز خوابش نمیبرد، خسته هست به درجه عالی، تمنا دارد که یک لحظه خوابش برد، لیکن خوابش نمیبرد. مقصد این صفت نقص است در انسانیت. چون که الله تعالی که وجعلنا نومکم سباتا، ما خواب شما را برای بدنهای شما راحت دادیم، همچون راحت انعام کردیم. اما الله تعالی اگر خواب رود زمین و زمان ویران می شود. دیگه کی مستحکم نگاه می دارد زمین را؟ کی دعا را اجابت میکند؟ در نصف شب به سرتای مصیبت می آید، کی را دعا میکند اگر الله تعالی خواب کند؟ الله تعالی پاک است از خواب کردن و پاک است از غنب. له ما فی السماوات و ما فی الارض، اثبات است. از آن الله است آن چیزهایی که در آسمان ها هست و در زمین ها هست. آن چیزی که در آسمان ها هست و در زمین ها هست غیر الله تعالی کسی نمیدونه عددی آنها را و صفت آنها را و مقدار آنها را. همه این از آن الله هست. اثبات ملک آسمان و زمین به الله هست. ببینید وقتی که خود را وصف کرد، وصف اثبات و وصف نفی را در یک جا استفاده کرده. من الذی یشفع عنده الا باذنه، کی در نزد الله تعالی شفاعت میکند؟ انکار است. انکار شفاعت در نزد الله تعالی، یعنی هیچ کسی حق شفاعت کردن کسی را در نزد الله تعالی ندارد. یعنی هیچ کس شفاعت از کلمه شفع جفت گرفته شده است. وقتی که بنده سوال میکند این پاک است،
وقتی که یک بنده دیگرم اومده به او پیوست شد و همون طلبی او را دو کسه شده اگر طلب کند جفت میشه، شفاعت میشه، قبولش نزدیکتر است. خب کیست آن شخصی که در نزد الله تعالی کسی دیگر را شفاعت میکند؟ انکار است. الا باذنه اثبات است، مگرم با اجازت الله تعالی. اگر الله تعالی راضی باشد از شخصی شفاعت کننده و از شخصی شفاعت شونده، اگر الله تعالی راضی شود بعد اجازت میدهد برای شفاعت کردن و شفاعت میکند. این اثبات شفاعت حق و انکار شفاعت باطل. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، الله تعالی میداند آن کارهایی که سپری شد در نزد بنده ها، گذشت، زمان گذشته را میداند، و ما خلفهم گذشته، ما بین ایدیهم آینده، آن کاری که به نزدیکی میشود، ثانیاً میشود، پگاه و فردا میشود، این الله تعالی میداند. اثبات صفت علم، اثبات صفت علم به الله تعالی که الله تعالی میداند آن کاری که شد و آن کاری که میشود. ولا یحیطون بشیء من علم، علم الله تعالی را مردم احاطه کرده نمیتواند. الله تعالی علم ما را احاطه کرده میتواند. استاد علم شاگردش را احاطه کرده میتواند. احاطه یعنی چی؟ هر چیزی که شاگرد میداند و استاد میداند، مثلا چون که خودش تعلیم داده است. علمش را احاطه کردن یعنی هر چیزی که شاگرد میداند این احاطه کردن ممکن، فلان چیز را میداند، فلان چیز را میداند، لیکن علم الله تعالی را هیچ کسی احاطه کرده نمیتواند، بلکه یک جزئی از علم الله تعالی را. ولا یحیطون بشیء من علم، یک چیزی از علم الله تعالی را مخلوقات احاطه کرده نمیتوانند. الا بما شاء، مگر هر چیزی که الله تعالی خواست همون ما میدانیم از علم های الله سبحانه و تعالی. اینجا نفی و اثبات است. نفی کرد که ما با علم الله تعالی را یک قسم علمی او را احاطه کرده نمیتوانیم. نفی اثبات کرد که یک قسمش را اگر الله تعالی خواهد ما میفهمیم. اثبات صفت خواهش به الله تعالی اینچنین. وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی الله سبحانه و تعالی از آسمان ها و زمین ها وسیع است. کرسی چی است؟ ابن عباس گفتند که کرسی موضع القدمین، موضع دو قدم، موضع دو قدم در زیر تحت کرسی میشه، در زیر تحت عرش کرسی میشه. کرسی موضع قدم یعنی زینه پایه، زینه ای که در زیر عرش میشه. از همه بزرگترین مخلوق الله سبحانه و تعالی از روی حجم این عرش است که تمام مخلوقات را احاطه کرده است. بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که 7 قبض آسمان، 7 قبض زمین، هفتم آسمان هفتم، تمام 7 قبض آسمان و زمین را احاطه کرده است، تمام مخلوقات و موجودات را احاطه کرده است. در نزد کرسی مانند انگشترین در صحرا افتاد. فرقیت آسمان ها و زمین ها در پیشگاه کرسی، و کرسی هم به زمین و آسمان ها پیوست شود، همش یک جای در نزد عرش مانند انگشترین در یک صحرا افتاد. یعنی هیچ چیزی نیست. عرش بسیار مخلوق بزرگ است. وسع کرسیه السماوات والارض، وسیعی کرسی الله سبحانه و تعالی از آسمان ها و زمین ها وسیع است. اثبات کرسی که یکی از مخلوقات الله سبحانه و تعالی است و این چنین وصف الله سبحانه و تعالی در دوامش که ولا یؤوده حفظهما، با وجود اینکه کرسی و آسمان ها و زمین ها مخلوقات عظیم هستند، برداشت اینها به الله تعالی وزنینی نمی کند. ولا یؤوده لا یثقله، یعنی این وزنینی نمی کند حفظ آسمان ها و زمین ها. آسمان ها معلق است برادران، زمین ها معلق است، الله تعالی نگاه می دارد آسمان ها و زمین ها را، و برداشتن آسمان ها و زمین ها همه وقت به الله تعالی وزنینی نمی کند. این دلالت به قوت، کمال قوت الله سبحانه و تعالی می کند. و هو العلی العظیم، و الله تعالی علی هست، ذاتی که ذاتاً قهراً و قدراً عالی هست، همه جهت که علوی مطلق از آن الله تعالی. الله تعالی فقط از روی قدرت یا از روی مرتبه بلا عالی مرتبه نیست، هم قدراً هم ذاتاً هم قهراً عالی هست، از همه عالی است، از دشمناش عالی هست. العظیم بزرگ است،
هم از روی حجم که مثلا آیا لفظ حجم کلمه لفظ حجم اثباتش به الله تعالی آمدگی نیست. مقصد از این که الله سبحانه و تعالی عظیم است، هم از روی قدرن و هم از روی قهرن و هم از روی ذاتن الله تعالی بزرگ است. نه مانند عرش، مثلا عرش حجمن بزرگ است لیکن قدرن بزرگ نیست. قدرن پیغمبر صلی الله علیه و سلم بزرگ است. بزرگترین مخلوق از روی قدر و قیمت در نزد الله تعالی جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. بزرگترین مخلوق از روی حجم عرش است. لیکن وقتی که عظیم میگوییم الله تعالی را، این عظیم مطلق است. الله تعالی همه جهت عظیم است، همه جهت بزرگ است. و در این آیات ها میبینیم که الله تعالی برای خود صفت عالیگی و صفت عظمت را اثبات کرد و بعض صفت ها را از خود انکار کرد. و همین گونه الله سبحانه و تعالی وقتی که خود را وصف میکند بین اثبات و نفی خود را وصف میکند. ولی هذا کان من قرأ هذه الآیه فی لیلة لم یزل علیه من الله حافظ. بنابراین کسی که این آیات را هر شب پیش از خواب خوانده خواب کند، همیشه از جانب الله تعالی برای او حافظی هست، حفظ و حمایت کننده است. ولا یقربه شیطان حتی یصبح، شیطان به او نزدیکی نمیکند تا وقت صبح. و قوله سبحانه و توکل علی الحی الذی لا یموت، و قول الله سبحانه و تعالی که الله تعالی که توکل کن به آن ذاتی که زنده است، لا یموت نمیمیرد، الحی زنده، الذی لا یموت اثبات صفت زندگی حی، لا یموت نفی صفت موت. الله تعالی از خودش نفی کرد که الله تعالی نمیمیرد. در همین قدر کفایتی میکنیم. وقتی که به همین دو، یکی آیت کرسی بود، یکی سوره اخلاص بود، اگر نظر کنید الله سبحانه و تعالی خود را وصف کرد و بعضی صفاتهای کمال را به خودش اثبات کرد و بعضی صفاتهای نقص را از خودش نفی کرد. همین گونه در تمام قرآن الله سبحانه و تعالی وقتی که خود را وصف کردنی شود، وصف او بین نفی و اثبات است و این چنین وصفش در حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم هم بین نفی و اثبات است. اهل سنت و الجماعت الله تعالی را همان گونه وصف میکنند چه خیلی که الله تعالی خود را وصف کرده است و همان گونه وصف میکنند که چه خیلی که پیغمبرها الله تعالی را وصف کرده است. والله تعالی اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.